یکم زود نمیری مژگان جان؟ بله، ولی دیگه کاری نمونده، همه کارا رو انجام دادم. همه رو؟ بله خانم. بس بی زحمت الان وقت اضافه داری برو تو حیاط ماشین منم بشور. من وظیفم فقط تمیزکاری خونه است خانم، شرمنده. مگه نباید کارایی توی خونه رو بکنی؟ بله. ماشینم تو حیاط همین خونه است دیگه. بله. پس وظیفت اگه من بخوام اونم بشوری. الان شما هم تو این خونه ای، من شما رو باید بشورم؟ دیگه لازم نکرده به خودت زحمت بدی بیا اینجا. برو تو حیاط واسه پولتو بیارم. پولتو بذار تو جیبت، ماشینتو ببر کار باش خانم. از انسان بی شرم نکن. از کسی که خجالت نمیکشه خجالت نکش. پیش پر رو باشید. پیش کسی که احترام بهتون نمیذاره بهش احترام نذارید. اگر کسی شما رو نادیده گرفت همیشه نادیدش بگیرید.